الان میگن که اعلیحضرت میبایستی خیلی قوی تر بود و مردم رو میکشت و اعلیحضرت نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم. من نمیتونم حرف بزنم، نمیخوام حرف بزنم. اون آقایی که بعدها کاری هم شد توی هواپیما به شاه میگه که اجازه میدید من تهران رو با 1 میلیون کشته آروم کنم از سران نیروی هوایی ارتش. بعد شاه گفت که بعد کشته به کی میخوایم ما حکومت کنیم؟ بعد تلفن کردن بهش از طرف پالایشگاه تهران که یه عده زن و بچه اومدن پالایشگاه رو اشغال کردند و ما بنابراین نمیتونیم تولید بکنیم، کامیونا بیان و برن، نه چیکار کنیم. اصلا تلفن کرد به آقای اویسی فرماندار نظامی که بیان اینا رو بندازیم بیرون که بتونین کار کنیم و اینا بنزین در پایتخت نایاب خواهد شد. تیم سرویسی هم یه ساعت بعد تلفن گفت من با اعلیحضرت صحبت کردم، اعلیحضرت گفتن که نه از دماغ کسی خون نیاد، برعکس بگین ساندویچ و پپسی کولا اینا ببرن که اینا تو این گرما گرسنه نمونن. نقطه ضعف شاه هم این بود، یعنی ایرانو زیادی دوست داشت. یعنی میدین شما اینکه یکی دوستتون داشته باشه در کنترل شما نیست، میفته در کنترل اون طرف و اون طرف اون وقت میتونه به شما ضربه بزنه. Could not be based on blood.